سلام خوشگلم، من اومدم با کامل ترین آموزش کراتین چتری. اول مرز بین چتری و موها رو کامل جدا میکنیم، موهاشون رو میبندیم که تو دستمون نیاد، مواد نخورن. شستشو رو انجام میدیم، شستشو با شامپوی قبل و شامپوی قلیایی. مهمترین قسمتش اینه که شما باید خیلی خوب کاور کنید اون قسمتی که نمیخواین مواد بخوره که به هیچ عنوان برخوردی با مواد پیدا نکنن. توی فیلم کامل آموزش دادم، خوب دقت کنید. بعد از اون شروع میکنیم مواد زنی به همین آسونی که میبینید و بعد مثل توی فیلم قسمت ججی که مواد میخورن رو میخوابونیم روی اون قسمت های کاور شده. در پایان کار هم حتما قسمت چتری که کامل مواد زده شده رو بپوشونید، همینجوری که تو فیلم میبینید. تایم مکستون که گذشت، اتو کشیتون رو شروع میکنید بسته به موادی که دارید، حالا سبکسازی دارید یا نه. بعد از اتو کشی چتری ها خوشگل وای نمیسن، برای همین حتما بشورید، با باد سشوار خوش کنید و تحویل مشتری عزیزتون بدید. امیدوارم که این آموزش رو دوست داشته باشید، با دوستاتون به اشتراک بذارید و اگه دوست کراتین کاری دارید حتما براش بفرستید.